سه‌شنبه 2 مرداد 1403 چند روزی بود که هوا به صورت طاقت فرسایی گرم شد. انگار پرندگان و جنگل و گلها و باغ‌های پشت پنجره در سارایوو مشتاقانه چشم‌راه باران بودند. اما پرندگان و گلهای باغ قالی ایرانی ما در خانه ما در سارایوو انگار برای باغ و جنگل و پرندگان پشت پنجره در سارایوو آواز باران می‌خواندند. آنگاه صدای باران پیچید و چه دلنشین. انگار باغ و جنگل و گلها و پرندگان پشت پنجره در سارایوو جان تازه یافتند و با پرندگان باغ قالی ما آواز عشق خواندند.